القاب جالب و جذاب کشورها یکی از خصوصیات جالب آنها است که در سراسر جهان وجود دارند. این القاب معمولاً به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و تاریخ جالبی که با کشورها مرتبط هستند به آنها اختصاص داده می‌شود. برخی از این القاب شامل کشور آفتابتابان برای ایتالیا به دلیل آب و هوای خوب و زیبای آن، کشور آتش و یخ برای ایسلند به دلیل فعالیت‌های آتشفشانی و مناظر طبیعی یخچالی آن و کشور آرزوها برای تایلند به دلیل فرهنگ غنی و جاذبه‌های گردشگری فراوان و بسیاری موارد دیگر است. القاب کشورها نه تنها به تفاوت‌ها و منابع هر کشور اشاره می‌کنند، بلکه جذابیت و منحصر به فرد بودن هر کشور را هم نشان می‌دهند. اگر شما هم علاقه‌مند به آشنایی با کشورها و القاب آنها هستید، در این ویدیو با ما همراه باشید تا با چند مورد از لقب‌های جالب کشورها آشنا شوید. ژاپن، کشور خورشید صبحگاهی. از دیگر القاب کشورها که به دلیل یک باور قدیمی به عنوان یکی از القاب جالب شناخته می‌شود، کشور زیبا ژاپن است. ژاپن که به داشتن تکنولوژی پیشرفته و مدرن شناخته می‌شود، سالانه میزبان گردشگران بسیاری است که از سراسر جهان به این کشور سفر می‌کنند. این کشور به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد خورشید هر روز صبح از این کشور طلوع می‌کند و همین باعث شده تا به آن لقب کشور خورشید صبحگاهی را بدهند. چین، کشور آسمانی. چین کشوری با تاریخی و فرهنگ بسیار غنی است که به دلیل وجود بنای معروف به نام آسمان که یکی از معروف‌ترین و بزرگترین جاذبه‌های چین است، به عنوان کشور آسمانی شناخته می‌شود. این کشور با داشتن یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان و میراث فرهنگی فراوان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری محبوب جهان محسوب می‌شود. از بزرگترین دیوار بشری یعنی دیوار بزرگ چین گرفته تا تمدن سنتی و هنرهای چینی مانند هنرهای رزمی همچون کنگ فو، همه اینها نشان دهنده ثروت فرهنگی و تاریخی این کشور است. همچنین چین با شهرهای بزرگ و مدرنی مانند پکن و شانگهای به عنوان یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان شناخته می شود. با ترکیب طبیعت زیبا، تاریخچه فرهنگی و توسعه صنعتی، چین واقعا مستحق القابی همچون کشور آسمانی است. هندوستان، کشور 72 ملت. کشور زیبای هندوستان یکی از کشورهای منحصر به فرد در آسیا است که به داشتن جاذبه‌های تاریخی جذاب، فرهنگ و تاریخ غنی در بین گردشگران بسیار معروف است. این کشور که یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان است، فرهنگ‌ها، گویش‌ها، سنت‌ها و زبان‌های مختلف را در خود جای داده. به همین دلیل هند به کشور 72 ملت معروف است که البته این تعداد در مجموع ایالت‌هایی که ثبت شده بیشتر هم است و همین باعث شده تا این کشور به سرزمین افسانه‌ای و عجیب تبدیل شود. سرزمین ساعت. یکی از القاب کشورهایی که دارای جذابیت است، سوئیس نام دارد که به عنوان سرزمین ساعت شناخته می‌شود. این لقب به دلیل شهرت برجسته‌ای که این کشور در صنعت ساعت دارد به آن اختصاص داده شده است. سوئیس به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین تولید کنندگان ساعت‌های دستی و اتوماتیک در جهان شناخته می‌شود. کیفیت بالا، دقت فوق‌العاده و طراحی زیبا از ویژگی‌های ساعت سوئیسی است که آنها را به محصولات مورد علاقه و دوستداران ساعت تبدیل کرده است. علاوه بر این، سوئیس میزبان برگزاری نمایشگاه‌های جهانی ساعت و جواهرات است و به عنوان مرجعی برای صنعت ساعت شناخته می‌شود. با این القاب سوئیس نه تنها به تاریخچه و فناوری ساعت‌سازی خود افتخار می‌کند، بلکه به عنوان مقصدی برای علاقه‌مندان به ساعت در سراسر جهان شناخته می‌شود. استرالیا، سرزمین گوسفندها. استرالیا کشوری در قاره آسیا با القاب جالب و شناخته شده‌ای مثل سرزمین گوسفندها معروف است. این لقب به دلیل وجود تعداد زیادی گوسفندی در این کشور و نقش مهمی که در اقتصاد و فرهنگ استرالیا دارند به آن اختصاص داده شده است. گوسفندها در استرالیا به عنوان یکی از منابع اصلی تولید پشم و گوشت شناخته می شود و همچنین در صنعت دامپروری این کشور نقش مهمی دارند. علاوه بر این، گوسفندها نمادی از زندگی روستایی و طبیعت بکر استرالیا است. با تماشای گله‌های گوسفند در مراتع سبز و زیبای استرالیا میتوان به آرامش و زیبایی طبیعت این کشور پی برد. بنابراین استرالیا با القابی مثل سرزمین گوسفندها به عنوان یکی از مقصدهای جذاب و منحصر به فرد برای گردشگران شناخته می شود. برزیل، کشور فوتبال. برزیل کشوری است که به عنوان کشور فوتبال شناخته می شود. فوتبال در برزیل بیشتر از یک ورزش اهمیت دارد و به یک عشق و افتخار ملی تبدیل شده است.
بازیکنان برزیلی معروف به دارا بودن فنون برجسته، سرعت و تکنیک بالا و استعدادهای استثنایی خود مشهور است. توانسته است تا به موفقیت‌های بزرگ در رقابت‌های بین‌المللی دست پیدا کند. همچنین فوتبال در برزیل به عنوان یک عامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است و باعث ایجاد همبستگی و انسجام در جامعه می‌شود. با توجه به علاقه عمومی به فوتبال و استعدادهای فراوان در این ورزش، برزیل به عنوان یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال جهان شناخته می‌شود. تا به اینجا ویدیو رو دوست داشتید لطفاً دکمه لایک بزنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. ایسلند، کشور آتش و یخ. ایسلند کشوری در شمال اروپا است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود به عنوان کشور آتش و یخ شناخته می‌شود. این لقب به دلیل تنوع طبیعی و مناظر زیبایی که در این کشور وجود دارد به ایسلند اختصاص داده شده است. ایسلند دارای فعالیت‌های آتشفشانی فراوان و بیش از 130 آتشفشان فعال در سراسر کشور وجود دارد. همچنین این کشور دارای مناظر یخچالی زیبا است و از طرفی تنوع طبیعت آن باعث شده تا ایسلند به عنوان کشور آتش و یخ شناخته شود. ایتالیا، کشور آفتاب تابان. از دیگر القاب کشورها میتوان به ایتالیا اشاره کرد که به دلیل داشتن آب و هوای خوب و زیبا به کشور آفتاب تابان مشهور است. این کشور در قلب جنوب اروپا قرار گرفته و با تاریخ بسیار غنی و فرهنگی برجسته مورد توجه قرار دارد. ایتالیا به شهرهای تاریخی مانند روم، فلورانس و ونیز و آثار هنری بزرگی مثل کلیساها، موزه‌ها و آثار باستانی فراوان معروف است. همچنین طبیعت زیبای ایتالیا با سواحل آبی در مناطق سیسل و ساردینیا، کوهستان آلپ و دریاچه‌های شگفت‌انگیز مانند دریاچه کومو جذابیت بی‌نظیری دارد. تایلند، کشور آرزوها. تایلند کشوری در جنوب شرقی آسیا است که به عنوان کشور آرزوها شناخته می‌شود. این لقب جالب به دلیل فرهنگ غنی و جاذبه‌های گردشگری فراوانی که در این کشور وجود دارد به تایلند اختصاص داده شده است. بازدیدکنندگان می‌توانند از تایلند زیبایی‌های طبیعی مثل جزایر خلیج تایلند، جاذبه‌های تاریخی مثل معابد بودا و آثار باستانی آیینی مثل پارک‌های ملی و مزارع ادویه لذت ببرند. علاوه بر این، تایلند به داشتن غذاهای خوشمزه و متنوع هم شهرت دارد و گردشگران می‌توانند در بازارهای شلوغ و رستوران‌های محلی از غذاهای تایلندی معروف مانند پد تای و تام یام لذت ببرند. با ترکیب فرهنگ، تاریخ و طبیعت زیبا، تایلند به عنوان یکی از مقاصد خوب و گردشگری شناخته می‌شود.